50 سال میشود که من در همین ساحه کار و فعالیت میکنم. صنعت تصویری، صنعت آرایش عملی. در رشد صنعت تصویری و آرایش عملی سهم خود را گذاشته ایستادم. کارهای ما در کوه نوروز سال 2013 تمام کردیم چه ما کاروشه. سال 2008 ما در دنقره کار کردیم. اونجا ما خرمشهر ساختیم. آشانه یکمی، سقف آشانه یکمی همون خرمشهر همش کندلکاری 636 کوادرات کندلکاری کردیم موجود و اثرهای من گوییم میشد و همراهان من در آثارخانه تاجیکستان در ترکیه در همونجا گذاشته شده است. من اعضای اتفاق رسامانی اتحادیه شوروی بیشتر اتحادیه شوروی بود. بعدتر اعضای اتفاق رسامانی تاجیکستان، اعضای اکادمی مصوران تاجیکستان، دارنده جایزه کمال خوجندی ولایتی و آخران مکافات دولتی و سزاوار شدم. این هم باشد مدال خدمت شایسته. صنعت آرایش عملی، این کندلنگاری، این نقاشی حالا رشد یافته است. و جهانیان بار دیگر ما نشان داده ایستادیم که تا کدام درجه ما صنعتی زیبا داریم، ما هنری زیبا داریم. هنری خلق قدیمه بودن ما رو از هنرهای ما فهمیدن ممکن و امروز رشد یافته ایستاده است. ما شاگرد تیار کرده ایستادیم که تا از بین همین هنر نرود و سالهای طولانی باز این هنر دوام داده شود و تاجیکان در درجه بلندی هنر و هنرمندی رسیده ایستادند. ما اونجا دوستی خلق‌ها دوستی سه دولت نشان داده شده است. در اینجا من پرچم قرغیز، اینجا نقش قرغیزی، پرچم تاجیک نقش تاجیکی، پرچم ازبک نقش ازبکی. اینجا اگر اهمیت داده باشید رنگی گلابی هست و اینجا کبوتر هست. این کبوتر رمزی صلح می باشد. من خواستم که دوستی و باز مستحکم تر شود. تاجیکان، ازبک، قرغیز مستحکم شود.